با سلام به هاوسکن خوش آمدید. with Sam and مو خیلی تون زود سریع به من بگو که برای جنوری 29 اولین اناونسمنت بانک مرکزی هستش برای سال 2025. نظرت چیه؟ هم میخوان اونجا اگر کاهش نرخ داشته باشن رو اعلام کنن، هم استراتژیشون رو برای کوارتر اول 2025. نظرتو به بینندگان عزیز بگو که ما کاهش نرخ بهره رو خواهیم داشت یا ثابت میمونه و اگر خواهیم داشت به چه میزانه؟ فکر میکنم تا بیشتر از یک کوارتر نتونن کاهش بدن، ولی احتمال زیاد کاهش خواهیم داشت. به نظر من ما کاهش نرخ بهره رو داریم، با اینکه رویترز گفته که 3 تا از میجر بانک های کانادا نظرشون اینه که اگر تحت فشار بخواد قرار بگیره کانادا از لحاظ تعرف ها از سمت همسایه جنوبی امریکا، این میتونه تا 0.5% هم باشه، ولی چون هنوز این تا آخر فوریه قرار شده که روش بحث بشه، نظر من هم هست که بیشتر از 25% نخواهد بود این کاهش نرخ بهره. مطلب دیگه برای بینندگان از من توی واتساپ پرسیده بودن و همینطوری توی اینستاگرام من ازم سوال کرده بودن که دوستان میگن که ما تا چه مبلغی دام پیمنت بذاریم نیاز هست اینشورنس خریداری کنیم و اینکه ما این اینشورنسی که میخوایم بخریم فرقی میکنه که مبلغی که میذاریم باز دام پیمنت بیشتر یا کمتر باشه یا نه. من یه توضیح بدم، یعنی اینکه برای خرید مثلا تا $1,000,000 دوستان میپرسن که ما چند درصد بذاریم که اینشورنس ندیم. برای اینکه شما نیازی به پرداخت اینشورنس نداشته باشید، گذاشتن حداقل 20% از مبلغ خرید به عنوان دام پیمنت الزامیه. پس یعنی برای خرید $1,000,000 شما مینیمم به $200,000 دام پیمنت احتیاج دارین که اینشورنس که نخرید بدید. و بعد از اون شما هر نسبتی 15%، 10% یا 7.5% اگر بگذارید، به اون نسبت بایستی اینشورنس تو بیشتری پرداخت کنید. یعنی هر چقدر کمتر داون پیمنت بذارید، اینشورنس بیشتری پرداخت خواهد کرد. من اینو یه توضیح بدم به دوستان عزیزمون. برای خرید $1,000,000 شما اگر که 7.5% بذارید که کمترین مقداریه که میتونید بذارید، یعنی $75,000 شما مبلغ $37,000 اینشورنس خریداری میکنید. اگر که 10% بذارید شما مبلغ $27,900 پرداخت میکنید، یعنی $100,000 دام پیمنت. و اگر $150,000 یعنی 15% بذارید $23,800 میشه این مبلغ. اجازه بدید من اضافه کنم، این مبلغی که به عنوان اینشورنس خریدار میکنید اضافه میشه به مورگجی که درخواست میدید. فرضاً در مورد اول 7.5% شما $75,000 میگذارید به عنوان دام پیمنت. در حالت عادی مورگجتون باید $925,000 می بود که با این $37,000 جمع میشه و اونجا شما به طور ماهیانه پرداخت کنید. یعنی این $37,000 رو نیاز نیست که به طور نقدی پرداخت. من فکر کنم این هم برای بعضی از بیننده‌ها ممکنه جالب باشه که شما اگر به عنوان مثال همین مثال $1,000,000 خرید، اگر یک نفر بخواد $1,000,000 خرید کنه و به بانک و مؤسسات به اصطلاح ایلندر مراجعه کنه، چه میزان درآمد بایستی خیلی سوال عالیه. این از همش مهم‌تره برای وضعیت. اولا اینکه شخص اینجا مهم نیست، فامیلی مهمه. یعنی اینکه شما به عنوان فامیلی اینکام وقتی خریدی دارید یه ملک، میان میگن فامیلی اینکام شما چقدره. اگه فامیلی اینکام برای $1,000,000 خرید $220,000 خواهد بود در صورتی که قبل از تکس یا بعد از تکس. قبل از تکس. یعنی اینکه بعد از تکس خب خیلی درآمد کمتر میشه، ولی شما قبل از تکس به اصطلاح گروس اینکام exactly برای 1 سال. و این برای کسیه که میتونه 20% بذاره، یعنی برای $1,000,000 باید $200,000 شما بذاری. اون موقع شما احتیاج داری که $220,000 هم درآمد سالیانه فامیلی داشته باشه. مطلبی که هستش اگر شما زیر 20% بذاری، بله، دیگه $220,000 نیست، مبلغ میرسه به $235,000. یعنی شرایط گرفتن مورگج برای شما یه خورده سخت‌تر میشه. پس دوستان عزیز، اگر هر چی بتونید دام پیمنت بیشتری بذارید، مطمئنا مورگج بهتری میتونید بگیرید. این هم از من سوال کرده بودن، در شرایط موجود که
چشم انداز پیش رو کاهش نرخ بهره هستش و در حداقل 3 تا 5 سال آینده ما دیگه افزایشی نخواهیم داشت، چه مورگجی برای شما خوبه؟ شما میتونی variable، قطعا variable. خب بعد اگه نظر چشم منم اندازی 100% با یکی هستش. مورگج وریبل الان بهترین مورگجیه که شما میتونید بگیریم، ولی یه سختی داره، اینه که برای کسی که وریبل الان میخواد اپلای کنه، باز درآمدی که در نظر میگیرن یه خورده بالاتر از کسی که داره فیکس اپلای میکنه. باز اگر ولی در شرایطی به خاطر اینکه درآمد شما اون عددی نبود که بتونه وریبل رو مثلا پوشش بده و یا هر کانسرنی تو سرتون داشتین خواستین برید تو سمت مورگج فیکس، نظر من اینه بیشتر از 2 سال نرید، ولی دیگه سقف 3 سال. هیچ وقت مورگج فیکس 5 ساله رو الان ترای نکنید. مرسی، ممنون از شما که برنامه ما رو دیدید. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.